بنده حقیر در این شرایط حاد به احاد ملت ایران عرض میکنم که این چه بساطی است. شما که بابای بنده رو در آوردید، حماسه سیاسی رو تبدیل به حماسه مگسبرانی کردید. دشمنان نظام در آحاد ملت نفوذ کردند. جز فک و فامیلای ما کسی پای صندوق نیامد. من الان شاهد لگدمال شدن میلیونی ارزش‌های نظام هستم. بعد هم که این اکبر ذلیل مرده با یک کلکی شاق دل قلابی رو کرد و زد کارت‌های ما رو برید. عزیزان من، حداد قاطر پدرزن مجتبی ماست. خب وقتی اون حذف میشه دیگه بنده حقیر چطور بین فک و فامیل سر بلند کنم؟ بابا، محمد یزدی خیر سرش رئیس خبرگان بود، اون هم به فنا رفت. آخه این چه بساطی است؟ به استاد تمساح یزدی هم رحم نکردند. خب دشمنان نظام به ریش بنده میخندند. ببینید خطر نفوذ تا کجا رفته که فک و فامیل های ما هم بغضن لسید علی، یعنی بغضن لکل نظام، رفتن رأی دادن. لال قبل اکبر. بنده حرفم با این اکبر که رفیق 50 ساله من هست اینه که آخه کوسه شاخدار، خیال نکن شاخ دل بنجلی که رو کردی مال خودت بود، از لج من بود که حداد و یزدی و اینا حذف شدن تو اول شی. ولی صبر داشته باش، یعنی من یک حالی از تو میگیرم که به شطور بگی خانمو. آخه این چه بساطی است؟ بدبخت، من میخواستم یک کاری کنم نظام فشل نشه، اما حالا که تو پا گذاشتی رو دوم به ولایت، من هم با این جسم ناقصم میگم حتی اگه نظام مقدس ضربه هم بخورد، خب بخورد، من اون 4 تا شیوید ریش تو رو میکنم. و سلام علیکم و شست پام تو چشمکم. سید علی حسینی خامنه‌ای.